بازموروتی جی تقدیم میکند. شود گل پسرت هی مادر تویدار دولت بسرت 103 ساله شود گل دخترت یاری فقط قرصه کده اکی تویدار دولت بسرت 103 ساله شود گل پسرت مادر تویدار دولت بسرت 103 ساله شود گل دخترت خیش و تبار شماید توی ما بیاید خیش و تبار شماید مهربانه بیاید اکی تویدار گفتم نبرو اکی تویدار دولت بسرت بعدی توی حافظه خطی جمشیدی حلیم دردی سرت یک بچک بیچاره همه یک کسل داشته دویم کم میزده شتوک میکشیده و با همه خیلی آدم مهنت و میشنده زحمتکش و مهنتکش و خدمتگار میشوند همه کسی مهمانی میامده میفته مهمان مرحمت ای بالا گذره دروی منا چای گرم چای خنک جای ملای جای سخت بعضی مهمانا نمیدونستن که مادرزاد هم خدر داره قهر کرده میرفتن بعد هم بچهای گرد اطراف همش جمع میشوند دوستاشو پول بسیار جمع میکنن میگن برادر ما و راو مدیسینا پیش رفته که میکنه خیروگیا آدمو رفته بینیشون کلتا لواشون چور گوشاشون مایده با خارجه ده باشه پول پتالو که علیش کرده دهن اینا پول بسیار رفته دختر داد که همه شتوکتا نیست کده بیا میگیرد پول بسیار راست میره و نزد دختر میدره میگه رفیق دکتر من یا کسل دارم وقتی گپ زنده هم خیلی شتاک میکشم یکم دارو باشه نوشته تی خورده سوس شاون دانزگی توی محمد لوجه میراون بیچاره دکتر مازش نبوده میگره نگاه میکنه میگه این کسل من دارم آدم هر خیلی میشوه تو خفه نشو که میکنی خواهد من دورو مینزم سهر بده بید پیشه بید وقتی خوب خیسی رگشی خوردن نگید نقل بشی میره ما رحمت بعدی نوشته جا تو دختره گرفتی کجا میره خواه نخواه داروخانه میگیرد میرود داروخانه راست میدره ورقه دختره دراز میکنه کسلی خودش مایلو کسلی دخترم میچسبشه بیچاره ده میگره طرف اپتیکچی میگه میبخشی من پیش دختر رفتم کسلی همون دخترم من با گذاشته اگر همی دورا داشته باشه من با که خورده سوس شوم بیچاره دخترم ازش نمیده بی کسلی منم دارم کسی نشو یک خالت دورو میتیاد یک هفته یک جو پینهون دوروی همه را میخوره یک میبینن کسلی اومد اوهو پول داد اگه که پیشواز میگیره هم مرخ دیگه میکشن پیش ده دنگله میتیان روز ایستاد اگه کسل میگه چی خیشه چی خیل نفته شتا که نیست کرده اومدی سلامتی ها چی خیل گفته پیش نقص بود هرچی رو که از خاندان از خاندان هرچی رو از جامعه از همون منطقه از همون دهه از استادا آموختی وقتی از شهر بیرون شدی دیگه ویروسو نمیقپد برای میگن دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد روزت از روز جان پسر نخل جوانی باش زیبی بوستان جان پسر نخل جوانی باش زیبی بوستان میوه های شکرین ده از تو امیدم کلان رس به قدر نورسی تا بر کمالات تدرسی دان که دوری نورسی توز دور امتحان یک پسر شو بین خلق بالا کرده سر تا به سرافرازی پدر گوید که من دارم پسر یک دختر شو بین خلق بالا کرده سر تا به مهربانی مادر گوید که من دارم دختر پیران گرد جهان زندگی گردیدن گرم و سرد و نیک و بد را هم خوب سنجیدن خدمت پیران نمایو از جوانی پس منال چون که پیران نیز ایام جوانی دیدن خوش باش ایا جوان عاشق
دامادی بنو عروس لایق تاج سر ما عروس و داماد شیرین و زمان باشد و فرهاد. این تازه بینای زندگی را سازید ز لطف خویش آباد. هر روز با هم کنید و تقدیم الفاظ نکو چهره شاد. تاج سر ما عروس و داماد شیرین و زمان باشد و فرهاد. قصه های زندگی محبت بسیار نوشته کردن و چنان یک قصه محبت زندگی کتابت خود را شما برادران جاتون یا باید دعوتنامه در یگان روی 10 کس نمیبیا او در نگده گذاشتم بغ نکنید همه کتابت کرده که در آینده خوشبخت باشید. من دادر عزیزه گفتم تا شب بخیر کتگی که یعنی همین ما میبینی که ما همین تا هم وقت زنگری ده همین شب بخیر که خوندم دون که دادر زندگی سر شد. از همه جای سریوز زندگی انم جای او همین تراکتور میگن چند چی سیله لشیدین سیله میگن چند هزار تا دوره بیچاره کو همین قفاش ده که پرسه با بستن دیگه خیر را میگرده همین برای چی سخنه میگم که دایجه جوانه بچه به میکروفون گاز زدم هر کس باید عربای خودش کشد. مقصد انا این است خوشبختی هر یک جوان هر یک اویله که وقتی مرد فرزند اویله دار میشه عربای زندگیش میکشه. برای همین چند تا نصیحتی برادران همین که پگاه روزی کاری میشود سحر قدیم آجام شناسنامه را گیر یکم رو سیم کارت تعالیش کن دویمش خودتا ای تمام شبکه اینترنتی او دلیت کن فلشکه ایواز بشود جورا همه جورای دیگه زن ندارم میخنده با هر روز تلفن بگه تمام دیگه بشود. خوشبختی در همدیگر فهمیه. از وقتی پدر عزیز سخن کردن مرای میگه تا حج و از بودش زیاد نکنی باعث خنده نمیشود. زندگی عجایب است. من میدونم مادر کلونه اینا یا امریکانس کشگون یا کامپیر در دم 80 مسافت در دم 90 یک شو نمی شو کامپیر میخزه مسافت خو همین بازاو ای پیشونی مسافت یک بوسه میگیره در دهن یگون دندانه تا روزا پراپوسکات میکنه او باروی مسافت نشون میشه. مسافت تلخه کف میشه روس میشه میگه چیگه باشه سیوی لغت کرد چی بلا میبینه کامپیر خودش بوده ای کامپیر جوانی مرگت بشه چی با او گفته یوشید ملاقات میرفتیم این خیلی بوسه شیرین اوقاتی لایقتی نکرده بودی تنجه گفته پرتک تنجه روز شگوم هیچیم نمیگی گفته نه روز شگوم هیچی نمیگو همه دوره مکتب خانه گفته یک تاک دیگه با جای دوست بداشتم هوای همیشه در خام در اومده میبخشی گفته همین طرح خیلی هوای کردم مرد باید مرد باشه مسافت هم هیچی نمیگم شبی دیگه میخزه غروری مردی محتوشه و مشت میکنه پیشوری کامپیوتر میوا و اندام بره گرم همین که میزنه دیگه هست زمین یک کرو گیردی سری کامپیوتر تو میخره کامپیوتر وای داد دیو عجینه پاریس یا لگه که چی بالا راست میشه ببینه مسافت چو میزنی مسافت سپاکای نمیگه کامپیوتر زنک تاگیر که دیده شوینه لبونه که تیشو در خوی من در آمده